سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، به کانال رجبی آیلتس دارید گوش میدید. در این ویدیو میخوایم در مورد سختی متون آیلتس صحبت بکنیم که تازگی ها هم باعث شده که خیلی از کسایی که آیلتس دادن شاکی بشن از این قضیه. چرا سخت متون؟ و توی این ویدیو حالا من میخوام دلایلی که متون رو ما نمیتونیم اونجوری که باید بفهمیم درک بکنیم رو در واقع براتون یه بودش رو باز بکنم. حالا بود سوالات هست، تنوع سوالات هست و چرا باید انقدر تنوع سوال باشه و وقتی که خود متن اوریجینال نیست چرا باید انتظار داشته باشیم که شخص بتونه کامل متن رو بفهمه و هر تیپ سوالی که بهش میدن رو جواب بده. عزیزان، متن‌هایی که توی آیلتس میبینید همشون مهندسی شده هستن، متن‌های اوریجینال نویسنده نیستن. یعنی متنایی که خیلی از بخشاش حذف شده، خیلی از بخشاش تغییر پیدا کرده، متن‌ها در واقع پارافریز شده هستن. ای کاش فقط پارافریز شده بودن، چون که حذفیات و حتی تغییر موضوعی که توی متن دادن باعث میشه که درک متن سخت بشه. من یه نمونه از در واقع کمبریج 14 براتون آوردم. تست 3 پسیج 2، این یکی از سخت‌ترین در واقع پسیج های کمبریج 14 تست 3 پسیج 2. تکرار میکنم، خودتون هم میتونید چک بکنید. ببینید اینجا یه متنی آورده در مورد اینکه ما حشرات رو سیو میکنیم تا بتونیم چی پیدا بکنیم؟ دراگز پیدا بکنیم. بعد یعنی هدف این کار چیه؟ finding new drugs هستش. در حالی که در واقع توی مقاله اوریجینال توی سایت جیوگرافیکال که این مقاله رو میبینیم که ابتدا اینجا بوده بعد کمبریج برداشته، یه چیز متفاوتی میبینیم در موضوع. دقت کنید اینجا موضوع کاملا متفاوته. Saving bugs in the name of drugs، یعنی هدف اینجا saving bugs. اصلا کلیت متن در مورد جغرافیاست، در مورد حفظ محیط زیسته، حفاظت از حشرات با نام در واقع داروها. در واقع ما میخوایم دارو پیدا بکنیم، میایم در واقع میخوایم حفظ بکنیم. یه علت دیگه برای حفظ کردن اینها چیه؟ داروها هستش و اینکه اینا استفاده دارویی دارن. خب اومده در واقع کسی که تست رو طراحی کرده اول موضوع رو عوض کرده. من دوتا پسیج رو کنار هم آوردم اینجا که بتونید نگاه بکنید. ببینید این متنیه که کمبریج داده، بعد توی تست بعد و تغییرات رو فقط شما دقت بکنید چقدر متن عوض شده و همه این عوامل باعث میشه که درک متن سخت باشه. اول اینکه موضوع کلا شیفت شده، فوکس موضوع عوض شده. بعد دقت بکنید تمام اینا تو اوریجینال بود، اینجا حذف شده. ساب هدینگی که خورده کاملا عوض شده، ساب هدینگش فرق میکرد. بعد ببینید کلمات عوض شده، رودیمنتری شده بیسیک. بعد یک کلمه تو اینجا اضافه شده همینجوری. بعد از ول از حذف شده، این بخش اضافه شده. Then for a while modern pharmaceutical science moved its focus away from nature and into فلان. حالا در واقع توضیح داره laboratory designing chemical compounds فلان from scratch. بعد مقدمه ای که اینجا بود برای بخش بعدی در واقع این عوض شده. باز حالا کار دیگه که کرده توی همین در واقع شروع داستان اومده این بخش رو پاراگراف جدا فرض کرده، در حالی که توی متن اصلی ما میبینیم که اینجا پاراگراف جدا نیستش. یعنی پاراگراف بندی رو هم در واقع به هم زده. اومده قبل پاراگراف سی اشتباه نکنم توی متن اصلی اگر چک، خب بله insects are پاراگراف دی. قبل پاراگراف دی یه پاراگراف کامل نویسنده اصلی توضیح داده بود که در واقع که بحث رو برسونه به چی؟ به بحث اینسکتا، اسپسیفیکلی در مورد اینسکتا حرف بزنه که این مقدمه رو کلا حذف کردن. یعنی توی پاراگراف دی متنی که توی تست داریم میره سر
مسئله اینسکتا و از اینجا شروع میکنه بحث کردن. بعد توضیحاتی که در واقع to date، مثلا توضیحات اضافی رو کامل حذف کرده، فقط یه دونه yet اضافه کرده. اینجا دقت بکنید. Yet then though insects are far and away the most diverse animals in existence. بعد این existence علکی زده اینجا، مثلا همینجوری در واقع دیسترکتورن دیگه اینها. بعد بیاند فلایز رو کرده meanwhile. من نمیدونم با چه سنسی، با چه منطقی این کار رو کرده، کاملا معنا رو به هم ریخته. بعد اومده دوباره اینجا ببینید بحث رو اینو چسبونده به پاراگراف بعدی، اشتباه نکنم، نه اینو جدا کرده، توی F جدا کرده. بعد سوال مطرح کرده این بخش رو که there are several reasons for this، این تیکه‌ای که نویسنده نوشته که خواننده گیج نشه، بفهمه که اینجا میخواد ریزن ها رو بگه، در حالی که اومده این رو هم حذف کرده طراح تست. بعد همینطور تا پایین ببینید، دقت بکنید همه رو تغییر داده، حذف کرده. خیلی جاها پارافریز هایی که انجام داده کاملا اشتباه هم و کاملا گیج کننده هستن. اون فلو متنی که آیلتس خودش انتظار داره که شما توی رایتینگ ارائه بدید رو خودش اینجا داره به هم میزنه و انتظار داره که هر کسی این رو میخونه بفهمه و درک بکنه. اینه که عزیزان وقتی شما ژورنال میخونید، وقتی وایرد میخونید، وقتی نشنال جیوگرافیک میخونید یا نیو ساینتیست میخونید، بعد راحت تر میفهمید تا متون آیلتس. به خاطر سوالهاش نیست عزیزان، به خاطر این نیست که شما نمیفهمید موضوع رو، به خاطر اینه که متنها مهندسی شده و کاملا مهندسی شده هستن. یعنی اون چی میگن، مفهوم اصلی که runs through the text در واقع توی مقاله اصلی داریم از بین رفته. این چیزی که دست شما هست سر تست یا توی امتحانات کمبریج یک چیز کاملا مودیفاید شده، یه غیر واقعی هستش. این علت اصلی سختی متون هستش. حالا سختی تست بحث دیگه است که برمیگرده به تنوع سوالات. برای مثال توی همین تستی که در واقع توی کمبریج 14 داریم، نگاه بکنید انواع سوال داده که برای خیلی شما مجبورید همون بخش متن رو چندین بار نگاه بکنید. سامری بهتون داده. بعد حالا مثلا سامری های این مدلی خب راحته، شما با استفاده از کلید واژه سریع میرید پیدا میکنید، بخش متن رو سرچ میکنید. بعد یعنی 13 تا سوال از یک متنی که تکه دوزی شده، در واقع یک پچ ورک، در واقع متن اوریجینال نیست که یک نویسنده بنویسه. این عزیزان نباید خوندن متون در واقع کمبریج اولویت شما باشه. اولویت شما باید خوندن متون در واقع اصلی باشه و رفته رفته یک سنس کامل، یک منطق کامل از این نوشتن ها رو به دست بیارید. مثلا اگر اومد اینجا این 4 خط رو حذف کرد، شما بتونید این پاراگراف رو با پاراگراف بعدی ربط بدید. بعد و همینطور اگر اینجا رو حذف کرد، مثلا این بخش رو حذف کرد، شما بتونید رابطه این پاراگراف رو با پاراگراف قبلی درک بکنید. این نوع فهمیدن، این نوع آشنایی به ژانر که به شما کمک خواهد کرد. امیدوارم که ویدیو مفید بوده باشه. نظراتتون رو حتما برای ما ارسال بکنید.